در اینجا برادران گرامی و خواهران گرامی قدر، در انتخاب موضوع شب خیلی فکر کردم. میخوام درباره یک امر بسیار بزرگ سخن بگویم که آن اصل دین هم هست، که هیچ کس داخل بهش نمیگردد مگر با این امر، بلکه آن یک همان فطرت عظیم است که الله سبحانه و تعالی با آن مردم را آفریده است و آن این کلمه اخلاص است. که این کلمه اخلاص، این کلمه پاک در قرآن مانند یک درخت سبز زیبا است. پس مسئله که حاضر میخوام یک سخن بگویم این همان مسئله است که شهادت هیچ کس پذیرفته نمی شود مگر با اخلاص. هیچ کس عمل صالح، هیچ عمل در نزد الله مورد قبول و پذیرش نیست مگر با این کلمه. اصل هر عمل صالح، هر عمل این اخلاص است. اصل هر عمل ما و شمایان، هر عمل صالح ما و شمایان این رو پیوست میکنیم با اخلاص. اخلاص اینه که خلاصی از برای الله این عمل رو انجام دادن. چقدر نمازخوانان زیاد هستند، چقدر حاجیان امسالها زیاد شدند، چقدر عمره کنندگان بر کثرت زیاد است، چقدر ذکر کنندگان، قاریان، صدقه دهندگان. اما سوال در اینجاست، آیا همه اینها به خاطر رضای الله است؟ آیا همه اینها به خاطر الله انجام می‌یابد؟ این است سوال. من نماز میخونم، وضو میگیرم، روزه میدارم، الله را یاد میکنم، قرآن تلاوت میکنم، ولی سوال باز مهمتر است. برای کی همه این را انجام میدهی؟ آیا همه این را برای کی انجام میدهی؟ اگر برای الله باشد پس ادامه بده. اگر برای الله باشد بازم بیشتر این را ادامه بده، انجام بده. اما اگر برای غیر الله باشد خود را خسته مکن. برای غیر الله باشد خود را خسته مکن. هر کسی که اخلاص ندارد پس بگو خود را خسته مکن. میگویند زین العابدین علی ابن حسین شبها خلطه نان را بر پشت خود گرفته میبرد، شبانه صدقه را پنهانی میکرد. برای همین در حدیث آمده است که مرد صدقه میدهد با دست راستش تا آنکه دست چپش نداند که دست راستش چی را صدقه کرده است. پس این چی سیر است؟ این چی اخلاص است؟ اما امروز بعضی صدقه میدهد، میخواد در روزنامه ها کتابت شود، میخواد در شبکه ها نشان داده شود، میخواد در مجلس ها گفته شود، میخواد که همه تعریف کنند. پس تو برای کی عمل میکنی؟ و آیا واقعا برای الله است؟ پس اگر این عمل از برای الله باشد، از پی عمل پنهانی باشیم، عبادت رو در خلوت انجام بدهیم، آخر شب رو بجوییم. وقتی است که الله این وقت رو دوست می‌دارد که بندگان با سوی او ندا کنند. برای کی؟ برای الله سبحانه و تعالی. علی ابن حسین وقتی که شب تاریک میشد، مردم آرام میگرفتند و به خانه هایشان میدرآمدند، نان را به مردم تقسیم میکرد، خلطه نان را میبرداشت و به فقیران مسکینان بیچارگان میداد و میگفت که صدقه پنهانی غضب پروردگار را خاموش میکند. برای خود یک فقیر را جستجو نما، پیگیری کن که نه تو را میشناسد و نه تو او را. بگذار سیر بین تو و بین الله سبحانه و تعالی و بین بنده باشد و نزد او برو، برای او خوراک بخر بده، پولش بده، گرسنگیش رو برطرف کن. این از اخلاص که هیچ کس تو را نبیند. پس این پولهایی که تو صدقه میدی الله بر این نیاز ندارد، الله بر قربانی موت نیاز ندارد، الله بر نماز روزه و حج اعمال موت نیاز ندارد. این صدقه اعمال ما برای او فایده نمیرساند، بلکه ما خود فایده میبینیم. برای همین اخلاص برادران و خواهران گرامی انسان را به مقام بندگی میرساند. عمل را پنهان از برای الله انجام دادن. پس با خود بینگریم، به اعمال خود یک بار بینگریم. آخران کی بود که ما پنهانی چی عمل را از برای الله، خاص از برای الله انجام دادیم؟ آخران بار کی بود که صداها همه خاموش پنهان نصف شب آخر شب بود که خستیم، جایگاه گرم را ترک کردیم و رفته دو رکعت نماز خواندیم بعد طهارت گرفتن؟ کی بود آخران بار؟ از خود بپرس کی و کی. آخران بار کی بود که از برای الله بعد نماز در مسجد نشستی و خود را از بدعت ها دور کردی و ذکر یاد الله را، ذکرهای بعد نماز رو کردی و هیچ کس نبود و قرآن رو با دست گرفتی، با محبت آن رو تلاوت کردی؟ کی بود که خالصانه دستی بر دعا برداشتی از الله سبحانه و تعالی اخلاص طلب کردی؟ کی بود که دستی بر دعا برداشتی از الله سبحانه و تعالی راه درست، راه نیکو را، اهدنا الصراط المستقیم رو طلب کردی؟ کی بود که با الله سبحانه و تعالی خلوت کردی و آب دیده جاری شد، از چشمانت اشک ریخت؟ برای همین از حالا، از همین روز الان بگو پروردگارا تنها تو رو عبادت میکنم، تنها از تو کمک یاری میجویم، تنها برای تو نماز و روزه و حج زکات میکنم، تنها برای تو قرآن میخونم، تنها برای تو صدقات میدهم، تنها برای تو حفظ میکنم، تنها برای تو از گناه و معصیت دوری میجویم، تنها برای تو ذکر میکنم، علم رو برای تو میآموزم، صدقه را جز برای رضای تو بر کسی نمیدهم و برای تو جز خوشنودی تو قدم نمیزنم. این رو با خود عهد ببند. مرد با نام عبدالله ابن مبارک که شاید همگی این شخصیت معروف رو بشناسید، عبدالله ابن مبارک، میگویند در سفر بودند. یکی
میگوید نشستیم استراحت میکنیم، از برای استراحت تا استراحت کنیم و چراغ را گریان کردیم. ناگهان بود که چراغ خاموش شد. رفتیم روغن آوردیم، چراغ را باز افروختیم، گریان کردیم. وقتی روشن شد دیدیم که ریش ابن مبارک تر شده است. چند دقیقه گریه کرده است و تعجب کردیم چرا گریه کرد، چی شده است؟ در حالی که او هنگامی که چراغ خاموش شد تاریکی قبر را بر یاد آورد و آب دیده اش ریزان شد. آیا مثل ابن مبارک برای ما و شما نیز هنگامی که چراغ دنیا خاموش می شود دنیا را تاریکی فرا میگیرد؟ آیا بار فکر کرده که تاریکی قبر چگونه باشد؟ چون در آنجا دیگر جز اعمال تو هیچ روشنی نخواهید دید. سفیان ثوری و اینچنین سفیان ابن عیینه یکی از بزرگان دین هستند. سفیان ابن عیینه میگوید که روز در مجلس نشسته قرآن میخواندم، دلم نرم شد و گریه کردم. به خود گفتم که اگر دوستانم همراه هم میبودند شاید آنها هم گریه میکردند، لیکن نیتی خوب کرد، میخواست دیگران هم از این بهره بگیرند. میگوید کمی خوابم بود در آن حالت و در خوابم کسی آمد و با غضب گفت ای سفیان ثوابت را از آن کسی بپرس که دوست داشته که او تو را ببیند. یعنی اگر مقصد دیدن مردم بود پس ثواب نزد مردم است، یعنی ثواب نزد مردم رفت. برای همین امروز چی قدر نفر نماز را از برای الله میخواند. آدم نماز را از برای الله آغاز میکند، اما وقتی حس میکند که کسی به مسجد در آمده است سوره کوتاه را دراز میکند، سوره اخلاص را میخواند، قل هو الله احد، سوره عمه را میخواند، عما یتساءلون، چرا درست کردی؟ برای کی؟ آیا واقعا برای الله؟ برای همین از خود بپرس هر چیزی که برای غیر الله باشد هیچ سود ندارد. در روز قیامت مثل سراب در بیابان است. یک خاکی را که تو از بیابان میگیری میپاشی در حال نابود میشود مثل همان قرار میگیرد. در روز قیامت مثل سراب، وقتی که شخص تشنه در بیابان قرار میگیرد از دور گمان میبرد که در آنجا یک دریا است. آن گرمی رو مثل دریا حس میکند، قدم میزند، زحمت میکشد، وقت صرف میکند، قوت صرف میکند. وقتی که به آن میرسد ببیند که چیزی نیست، هیچ چیزی نمییابد. اما بنده در آن روز الله را با اخلاص که عبادت کرده بود الله را در نزد خود مییابد، حسابش را پورا الله میدهد و الله سبحانه و تعالی بندگان را زود حساب میکند. حتی طالب علمان، قاریان، حافظان، همه اینها برای چی این را میآموزی؟ برای کی این را میآموزی؟ با خود سوال کردن لازم است. گاهی پیش از آن که علم بیاموزی، پیش از آن که درس بدهی، زحمت چند، معاش چند، که آخرت رو بر دنیا مقدم کردن. پس مهمترین چیز این در حیات انسان اخلاص است. مرد از تمیم دری از صحابه کرام بر او گفت چطور تو شب نماز میخوانی؟ در این حالت تمیم دری به غضب نگاه کرده و گفت چی میگویی؟ چی گفتی تو؟ در جواب گفت که میخواهم آموزم. تمیم گفت در جواب رو گوش بدهید. آن که من یک رکعت رو پنهانی میخوانم که هیچ کس نداند، آن که یک رکعتی که من میخوانم هیچ کس نداند، از تمام شبی که من میخونم همه کس بداند بهتر است. یک رکعت نمازی که من میخونم هیچ کس نداند از تمام شبی که قیام میکنم اون بهتر است. تمام شبی که قیام میکنم سپس اون رو به مردم باز حکایت کنم. پس عبادت برای شهرت نیست. بعضی از مردم ببینه که من دیروز روزه بودم، یک هفته است که من روزه گرفته ایستادم، امروز هم باید روزه میگیرم، دیروز صدقه داده بودم، امروز سحر قرآن خونده بودم، بیگاه هم باز میخونم. از مردم چی میخوای به این سخنت؟ این از برای الله است که از برای شناسایی اعمالت به مردم؟ از ابن ابی یعلا نقل میکنن که وقتی که به خانه میدرآمد نماز میخواند. اگر کسی میدرآمد میخوابید خود را در خواب نشان میداد. کسی داخل خانه میشد خود را در خواب نشان میداد تا همان عبادتش پنهان بگردد و کسی ظاهر نشود. زن حسن ابن ابی سینان میگوید که وقتی به جایگاه میرفت مرا فریب میداد، مثل آن که مادر کودکش را خواب میکند. چقدر زیبا مادر کودکش را خواب میکند، با چه زیباییه. وقتی گمان میکرد که من خواب رفتم از جاش برمیخواست از برای نماز، حتی تا آن درجه را کم سبحانك تا آن درجه از زن خود عبادتش را پنهان میکرد. مقام اخلاص. سپس زن حسن میگوید که روزی بر او گفتم ای حسن چرا خود را اینقدر عذاب میدهی؟ کمی سبوگیر باش. غضب کرده و گفت خاموش باش ای زن، نزدیک است که من در خواب روم که دیگر خوابم مدت طولانی دراز بکشد، دیگر برنخیزم، یعنی مرگ. ایوب سختیانی از عابدان سختگیر بود. روزی در یک موعظه دلش شکست، آرام شد، اشک ریخت، از ریا ترسید و اشکایش را پاک کرده و سپس گفت چه سخت بد زکام شدم، به خاطر آنه که آب دیده‌ای که در آنجا از تأثیر اشک ریخت. با سوی مردم گفت که چه سخت بد زکام شدم. زکام نبود، ترس الله سبحانه و تعالی بود، ولی خود رو پنهان کرد.
اینه که امروز بعضی از مردم میخوان گریه اشون رو بر مردم نشان بدهند. این گونه مولوی ها هم زیاد شده است. ابن سیرین این عالم بزرگ در روز با مردم میخندیدند، تا کسی حالش را نفهمد نداند. اهلش میگفتند که شبانگاه چنان گریه میکرد گویا این کسی را کشته است، اما روزانه خنده میکرد تا عبادتی که در شب دارد پنهان بماند در نزد مردم. پس هر یکی ما از خود بپرسیم چند سال است که ما مسلمان هستیم؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 20 سال، 18 سال؟ آیا اخلاص را آموخته ایم؟ یکی از صالحان میگه که من نیتم را 20 سال توبت کردم. 20 سال نیت خود را توبت کردم، سپس آرام گرفتن، یعنی مبارزه با نفس. شاگرد امام احمد رحمت الله علیه میگه که 4 ماه همراهش بودم، همراه امام احمد. یک ختم قرآن رو هم نفهمیدم که هر وقتی که کسی او رو میدید سکوت میکرد، با آنکه بسیار ختم میکرد قرآن را. این از سیر بین پروردگار، این از اخلاص. شاید در این زمان ما و همیشه مردمی رو روپرو شویم که ظاهرشون دیندار ولی که درونشون شاید خالی باشد. پس تعجب مکن، مسئله اخلاص است. شاید بعضی وقت بعضی کس رو پس میشماری، اما وقتی که نزد الله می ایستد و گریه میکند میبینی که چی بسا بنده نزدیک به پروردگارش است، چون در دلش اخلاص دارد. برای همین رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم. الله بر صورت‌های شما، بر جسم‌های شما نظر نمیکند، ولیکن ينظر الى قلوبكم، بر قلب‌های شما، بر عمل‌های شما نظر میکند. ربی ابن حیثم دائما در خانه‌اش قرآن تلاوت میکرد. اگر کسی داخل خانه‌اش بود میشد مصحف را با ریمال میپوشانید تا کسی نفهمد، چون آنها هر کاری که میکردند دلهایشان میترسید. میدونستند که زیرا روز عزیزها به سوی پروردگارشان باز میگردند و بازگردنده هستند. برای اخلاص نیت باید از خود عمل پیش بگذارد. گاهی میشود کاری کردن نمیتوانی، ولیکن اخلاص نیت و اخلاص نیتت تو را پیش میگذارد و در نامه اعمال ثواب کتابت میشود، ثواب نوشته میشود، چون نیتی تو پیش گذشت. نیت داشتی کاری خیر نمایی، نیت داشتی در راه الله خدمت نمایی، نیت داشتی طلب علم، نیت داشتی ولیکن توان آن را نداشتی. نیت داشتی حج روی اما نتوانستی. علی ابن حسین هنگام حج بر او گفتند که لبیک بگو، او خاموش ماند. گفتند چرا تلبیه نمیگویی؟ گفت میترسم که لبیک گویم و من گفته شود نه لبیک و نه سعدیک. ترسی الله سبحانه و تعالی، اخلاصی بنده برای الله سبحانه و تعالی. امروز ما حج میرویم با کفالت داریم برای خود کفالت ضمانت میدهد. هر کار کنم کردن میگیرم، حج میروم الله میبخشد. این کفالت رو از کجا پیدا کردی؟ شریح میگه که حاجیان کمند، سوارها زیادند، یعنی آنهایی که حقیقتا حج میکنن خیلی کمند. برای همین رسول الله گفتن که اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، بیشتر از همه از چیزی که از شما بر شما میترسم این شرک پنهانی است. پرسیدند شرک پنهانی چی است؟ فرمود ریا. صدقه میده به مردم تا ببینند، علم میجید تا اشاره کنند، دعوت میکند تا بگویند که دعوتگری خوب است، کاری خیر میکند تا مدحش کنند. برای فرمود که مثال بود که مرد در نماز می ایستد، وقتی که میبیند که مردم بر او نگاه دارند نمازش را دراز میکند برای مردم. اگر کسی نمود این کار انجام نمیداد. این ریا هست. بس الله سبحانه و تعالی پناه میبریم از ریا. پس نماز را تنها از برای الله کن، روزات را برای الله کن، صدقات را برای الله کن، زکات را برای الله کن، قربانیت را برای الله کن، دعوت رو برای الله کن، حضورت رو برای این مجلس از برای الله کن. این جوزی میگه که چی قدر کمند کسانی که از برای الله انجام میدهند، برای الله اخلاص عمل میکنند. راست است، راست گفت. دانشمندان بسیارند اما چی بسا کم است که به علم عمل کنند. عمل کنندگان زیادند اما چی بسا کس است که خالص از برای الله عمل کنند. برای همین امروز از آن نیت هایی که داری یک نیت رو بار دیگر تفتیش کن، بازبینی کن. برای همین سوال مهم از اول تکرار به تکرار، تو نماز میخوانی، روزه میداری، حج میکنی، قرآن میخوانی، الله رو یاد میکنی، اما برای کی؟ اگر برای الله باشد ادامه بده، اگر برای غیر الله باشد همین حالو توقف کن و بایست و قدمهای خود رو پیش از قدم گذاشتن بسنج. اگر برای الله باشد قدم رو مستحکم بزن، اگر برای غیر الله باشد بایست و نفست رو مراقبت کن. پس کجاست دل اخلاصمند؟ کجاست دل صاف؟ کجاست دل پاک؟ کجاست آن دلی که دنبال شهرت و نام و نسب چیز نمیگردد؟ چقدر مردم صالحانی هستند که بعد از مرگشان شناخته میشوند. کدام از ما فقیران رو در مرحله هایی که بر آنها باید کمک رسانید با اخلاص و پنهانی کمک رسانیدیم. صدقه پنهانی، 2 رکعت نماز پنهانی،
پس این از لحظه محاسبه نفس. لطفاً بسیار فکر کن و فکر کنیم. خودت رو بسیار حسابات بده و با نفست جدی باش، چون هیچ عملی در نزد الله پذیرفته نمیشد مگر با اخلاص. برای همین در حدیث قدسی آمده است: من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. هر کسی هر عمل رو انجام بده که در آن عملش کسی را در آن شریک قرار بدهد، ریاکاری نماید، آمیخته کند آن را با شرک، خودی او بنده و آن عملش رو ترک میکنم. پروردگار به سوی تو پناه میبریم از آن چیزی بدونیم که به تو شرک بیاوریم و به سوی تو آمرزش میخوایم از آن چیزی که نمیدونیم. پروردگار گناهان ما را بیامرز. پروردگار گناهان ما را بیامرز. پروردگار گناهان ما را بیامرز که زیاده روی در نفس خود کردیم. قدم های ما را استوار بگردان. پروردگار ما را از قوم کافران یاری ده. پروردگار مؤمنان بندگانت را بر قوم این کافران پیروزمند بگردان. پروردگار اخلاص را در قلبای ما بندگانت قوی بگردان. پروردگار با واسطه این اخلاص عملهای ما را به درگاهت پذیرفته کن. پروردگار ما را از بندگان قرار بده که در آن روز اعمال ما به دست راست داده شود. پروردگار انجام کار ما را نیک بگردان. قدم های ما را استوار نگاه بدار. و درود و سلام بر پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و اهل و آل و بیت و یارانش باد. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.